یه روز بچه‌های مدرسه حسن آباد با مدیر مدرسه‌شون برای گردش علمی میرن باغ وحش. توی ماشین مدیر مدرسه کنار آرمیتا زیباترین دختر مدرسه میشینه و به صورت عجیبی در گوشش باهاش صحبت میکنه. توی راه آرمیتا که مدیر کنارش نشسته بدنش شروع به لرزش میکنه و تا رسیدن به باغ وحش هم بدنش از خوشحالی میلرزه. وقتی به اونجا رسیدن مدیر و آرمیتا از ماشین میپرن بیرون. مدیر مدرسه به معلما میگه چون آرمیتا خیلی هیجان داره میخوام ببرمش کنار قفس شیرها که از شدت هیجانش کم بشه. اما در واقع مدیر به معلما دروغ گفته و به جای قفس شیرها میرن پشت قفس شیرها. اما انقدر هیجان دارن که تابلو اخطار قفس که روش نوشته خطر فصل جفتگیری شیرهاست رو نمیبینن. درست میرن کنار در پشتی قفس. شیر نر از شدت هیجان قفل قفس رو میشکنه و مدیر مدرسه رو با شیر ماده اشتباه میگیره. در حالی که شیر داره با مدیر مارپلی فوق خشن مرگبار بازی میکنه، آرمیتا با تعجب نگاهشون میکرد.